سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون پرفکت باشه. سلام. امروز با دوستم نسرین جون اومدیم براتون یه چیزایی درست کنیم. این جیگر کی بی چی فرا؟ سلام به فالوورای گل ماشا. من امروز به عنوان دستیار شف اینجا میخوایم براتون نگو الان. امروز میخوایم همون کوفته‌ای که طعمش منو یاد دوران بچگیم و خاطرات بچگیم و خونه مامانم و دستپخت مامانم میندازه رو براتون درست کنم، ولی به سبک ماشا. او مای گاد. میدونید که من ترکم، بربری خوریم. ما همه ترشیم و بربری خوریم. خب بریم پیشبندامون رو ببندیم و بیایم براتون آشپزی کنیم. خب میتونیم شروع کنیم. ابتدا دستکش های ما رو دستمون میکنیم. گفتیم دستکشا کجاست؟ اینجاست که چونه. اصلا فکرشو نمی‌کردم. هی بهم بگو شف. مستر شف شف. ماشا. یا اول چقدر طول کشید. 1 ساعت بعد. 2000 years later. ولی واقعا آشپزی. من دیدم آره. آشپزیاتو. فیلم ها شده فلان قسمت نشد خودشو بخوره. خب بیاییم اول مواد غذایی رو نشونتون بدم که چیا لازم داریم. بفرمایید آی فیلم بردار، بفرمایید. اینجا گوشت چرخ کرده داریم به مقدار کافی. بعد لپه خیس خورده داریم. سپس برنج خیس خورده. اینا آباشون رو گرفتم ها، الان نگید آب نداره توش. 2 عدد تخم مرغ داریم. آلو، ما بهش میگیم آلوچه ما ترکا. ما میگیم آلو خوش بخارا فکر داریم. کنم. اینجا زردآلو خوش داریم که خیس شده. پیاز داریم 3 عدد که قرار رنده بشه. بعد از این دار و درخت آوردیم گلدونا استفاده کنیم تو غذامون. و ادویه. خب یه چیز دیگه هم کم داریم، چیه؟ نعنا خشک. اونم بعداً اضافه میکنیم. خب بریم شروع کنیم. ابتدا آره پیازو چیز کنیم. باید تا پیاز رنده میکنی یه چیزی تعریف کنم. حس خنده دار. یه بار مامانم کلن آشپزیش معرکه است. خب کوفته تبریزی که اصلا درست میکنم، من قشنگ 3 تا انقدی گنده هم همیشه درست میکنم میخوردم. بعد یه بار همینجوری حوصله نداشت، چون من خیلی بهش گیر دادم که کوفته تبریزی حوض کردم، بلند شد درست کردم هولکی. آقا همون لحظه زنگ در خونه به صدا در اومد، دیدیم که 2 تا عموهام یهو سر زده اومدن خونمون. حالا مامانم هم باشون رو درباسی داشت، کوفته همه بارم. فکر میکنیم مامانم چیکار کردم کوفته ها رو؟ کتلت درست کرد. از کجا فهمیدی؟ دروغ خب چرا مامانت اگه من بود نه من اگه بودم واقعا این کارو می‌کردم. قشنگ کتلتشون کرد به سبک شامی. آره سرخشون کرد، یه برنج هم چپون بغلشون. بعد اینا میخوردن میگفتن کیف کردن. وای چقدر خوشمزه، چی زدی تو این؟ دلت نخواد. کلا خانوما تو همه مواقع مثلا اضطراری میدونن چه جوری کارو جمع کنن. زنهای ما گوهرن. واقعا مامانا که یکی جاشون رو سر ماست. عشقش مادرش، شاکرت، عشقم مادرش. بله درست میفرمایید. خب الان ما اگه همچی خراب کاری بیشتر راجع کنیم به خانوما بگیر. خوب اومد. ابتدا گوشتامونو به این حالت میریزیم توی ظرفمون. کلی گشتم این ظرفا رو پیدا کردم و قدر منو بدونید. همه چی قرمز. پشت سرم هم که دادی قشنگ معلومه یا بیشتر بیام این من. عاشق رنگ قرمزم، چیکار کنم؟ خب گوشتامون رو اینجوری وا میکنیم. گوشتامون رو که ریختیم اینجا تا پیازمون آماده میشه برنج اضافه میکنیم به این سبک. آی فیلم بردار 2 تا کف دست. من همیشه همه چی و چشمی
اضافه میکنم، اندازه گیری میکنم، یعنی همه پراشون میریزه. پرام همه هرچی ریختنیه ریخت. به این شکل پیازها رو اضافه میکنیم. ولی من فکر میکردم مثلا کوفته تا حالا درست نکردم، فکر میکردم خیلی رسیپی سختی داره ولی این واقعا هیچ کاری نداره. فکر کنم فوتش فقط اونیه که وانره. فوتش اینه که فقط باید ترک باشی. بچه تبریزم. بقیهش خودش درست میشه. حالا ما چجوری تخم مرغ رو بشکنیم که پوستش نریزه توی غذا؟ بذار من اینو چیز. بله درست دیدید، پوست کنه. هر چی داره میخواد استفاده کنه. ویدیو یوتیوب خودشه دیگه، دلش میخواد از ایناش استفاده کنه. خب من اینو در میارم که بتونم کار دیگه بکنم. واسه اینو قشنگ ورز میدیم. پیاز باید با مواد گوشت کرده قشنگ به خورده هم برن، مثل که کوبیده، چون اگه نشه وا میره. پوست تخم مرغ رو کندیم. سپس از این درخچه های زیبا استفاده میکنیم. جعفری هم بیارم. پیام بازرگانی لطفا شما ببینید تا ما برمیگردیم. آره واقعا. بچه ها تشکیل خانواده میدن اینجا. بچه ها راستی نگفتیم که کانال رو لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین که ما کلی ویدیوهای قشنگ دونم آشپزی پتومت. خب نمک نزدیم. انقدر حرفه‌ای همه چی چشمی. آره دیگه. حالا ما سبزی ها رو خورد میکنیم، سبزی های معطر. همونطور که میبینید بچه ها سخت مشغولن. بله. آی حالا واقعا نیاز نیست لپر از قبل بپزیم؟ نه واقعا مگه من دارم با شوخی درست میکنم؟ اینا همه چیز واقعی عزیزم. واقعیه؟ کیک بود. یه غذای اسپشیال میان وعده میخوام براتون درست کنم، با من همراه وای باشید. آخچون. داشتم با کله میخوردم زمین. میان وعده آشه داشته. میان وعده ما نیاز به یه همچین سایز قابلمه‌ای داریم. خب بریم سراغ میان وعده جذابمون که گفتم وسط غذا درست کنم براتون. خب درش رو میذاریم تا بپزه. نیم ساعت دیگه آماده است. 1 hour later. وای ماشا غذات سوخت. بیا بدو. ای بابا زیرش کم بود که. ای وای واقعا سوخته. چی کار کنیم حالا؟ نسل خوب ورز دادی؟ همه تلاش هم کردم یک موقع- ساعت کامل. موقع ورز دادن باید به تمام اکسات فکر میکردی. چه حرصایی ازشون داشتی. اونجوری قشنگ‌تر میشد. خب بچه‌ها بعد به این شکل موادمون رو به حالت گرد در میاریم، روش تلفن میزنیم و به مدت 1 ساعت میره توی یخچال. دوباره سلام، ما برگشتیم بعد از 1 ساعت که گوشتمون قشنگ خوشه گرفت. نسرین جونم قراره مسئول امور بی خودی. نه اتفاقا سیب زمینی خیلی مهمه تو کوفته سبزی. میریم که کوفته هامونو گوله گوله کنیم. ابتدا اینجوری پهنش میکنیم و وسطش این آلو میذاریم. ما میگیم آلوچه، ما ترکا. ما همه ترکیم و بربری خوریم. هی وسط بربری حمله میبریم نانی بربره تازه بربره. واقعا ما عاشق بربری هستیم. واقعا حالا این فکته؟ آره خدایش
من اصلا تو فکرم بود یه دونه نونوایی بزنم فقط بربری تو دبی. میکنم این کار رو، میبینی بچه خواهید دید اینو از ماشا. انشالله. خب به این شکل قشنگ باید گردش کنین، قشنگ باید فشارش بدین که اینا سفت بشه و به امید خدا انشاءالله که وا نمیره داخل آب. آی فیلم بردار. خب همجوری که داریم گرد میکنیم به نظر من این خاطره تعریف کنیم. تو تعریف کن نسرین. تو بچگی کتک زدی یا کتک خوردی از همسنای خودت؟ من دوران خب مدرسه. همیشه صلح طلب بودم، همیشه رفیق باز بودم، همیشه سعی کردم با همه کانکشن، با همه آره مدل خب ولی آدم. یکی پارو 2 متر یادم گذاشت. نمیاد کسی منو زده باشه، نه من خودم شر بودم. ببین من و خواهر بزرگم چون فاصله سنیمون 1 سال و چند ماهه، بعد گوشم با توه. آره بعد ما توی مدرسه بودیم دیگه. حالا مثلا سال آخر دیگه خواهرم میرفت یه دوره دیگه جدا میشدیم ولی کلا بیشتر با هم بودیم. بعد زنگای تفریح همیشه همیه پیدا میکردیم با هم دیگه بودیم. حالا ما با 2 تا خواهر دوست شده بودیم، یکیش همکلاسی من بود یکیش همکلاسی خواهرم. آره خیلی جالب بود، اونا 2 تا خواهر ما 2 تا خواهر. بعد همیشه هم زنگ تفریح میرفتیم کلاس هم دیگه. من دیدم خواهرم نیومد سمت کلاس من، بلنشتم رفتم سر کلاسش دیدم نشسته داره گریه میکنه. گفتن چی شده؟ حالا من صمیمی با این دختره، آره. خواهرش هم با خواهرم صمیمی، هیچی نتونست بگه، همینجوری وایسای گریه. زده بودنش. آره دوستاش گفتن فلانی زدتش، همون خواهر دوستم که دوست خواهرم. پیچیده شد. تو معلومه تو از اون بزن بهادرا بودی. ببین من اصلا رد میدادم یهو، یعنی اگه یه چیزی ناعادلانه اتفاق میافتاد اصلا دیگه نمیچشم اینجا رو. بعد رفتم دختره رو پیداش کردم، دیدم با همین خواهره دارن از جلوی دفتر مدیریت رد میشن که برن تو حیاط. خدا بیامرزتت. انشالله مرده باشی. نه بابا نفرین نمی کنم، کلا نفرین چیز قشنگی نیست. دختره رو همونجا جلوی در مدیریت گرفتم، مقنعه‌اش رو سرش پاره کردم. حالا این خواهرش که دوست صمیم من بود اون حمله کنه یه لگد اونجایی که نباید میخورد خورد. حالا بیاین کامنت منفی بذاری. رفت تو در مدیریت. خب فکر کن همه معلما نازه مدیر نشسته، یکی افتاد تو. هیچی دیگه چشت روز بعد نبینه. آوردن چی مامانم رو صدا کردن، اومدم گفتم هر چی گفتم حق داشتم، خواهرم رو زده بود. و مدیره مثل این که حال کرده بود خوشش اومده بود، هیچی نگفتی که فقط یه تعهد کرد ولمون کرد. آره چند سالم بود؟ فکر کنم 11-12 سالم بود. خب بعضی جاها واقعا باید از حق خود دفاع کنی دیگه. همین حالا من میگم من صلح طلبم ولی همیشه هم نمیشه نایس باشی دیگه. یه جا هم باید وایسی حق تو بگیری یا دیگه میزنه باید بخوره دیگه. دقیقاً اگزکتلی. تو بگو بدخوا داشته باشی به مرتضی با دندونام زرش میدن. خب رفتم از چشمه آب آوردم براتون باراتون. به این صورت باز میکنیم، ناخن به این درد میخوره، به جای چاق قشنگ میتونی استفاده کنی. آبو میریزیم، جوش باید بیاد و پیازای خلالی گنده میریزیم توش با ادویه و اینا. همین که آب جوش اومد نشونتون میدم چی میشه، همراه باشید با ما. واو خب ما آبو گذاشتیم جوش اومد، توش نمک و ادویه ریختیم از قبل دوربینیم بره و اینکه گوجه و سیب زمینی و پیاز رو میبینید فقط به شکل مربعای کوچیک‌تر بردیم
قطعه های نه خیلی کوچیک و روانه آبمون میکنیم. سپس کوفته ها رو بیارم عزیزم. کوفته واقعا باید با رژه بیام. واو ساچه واو، ببین چی کار کردم. عاشق کفشاتم یعنی. خب به این شکل ما کوفته ها رو روونه آب میکنیم. البته باید بذاره. میخوای اون چیزه رو بیارم که استفاده نه اون شکلش رو به هم میزنه. خب میخوای اینطوری بلند کن بنداز. ببین نزدیکتر بشه آب نمیپاشه دیگه. اوپس خودشه. بله به این شکل. حالا باید این ور رو بریزیم. تمام. حالا رو بمونم که سرخ کردیم اضافه میکنیم. حله و یه همه ریز و مریض میزنیم و تمام میره برای پخت. چقدر طول میکشه؟ حواستون باشه بچه ها حتما آب جوش اومده باشه بعد کوفته ها رو بذارید توی آب و یعنی وا میره. نیم ساعت 40 دقیقه دیگه غذای ما آماده است. کوفته های ما حاضر میشه. فعلا بریم تا حاضر شم. وای چه بوی پیچیده تو خونه ماشا. دمت گرم. عزیزم ما اینیم دیگه. خودش حال میکنی؟ قشنگ بوی دیوونت میکنه. خدایی دخترای ترک دمشون گرم. همین از ترکا فقط دختر بگیرید. چی بیارم؟ حالا بریم یه دونه ملاقه میخوام که زد تو سر کلاقه. اینا استفاده میکنم که کوفته ها رو بکشم و آبش هم باید جدا بکشیم. فقط رنگ و لعاب رو بفرمایید. آی فیلم بردار بفرمایید داخل قابلمه. گوجه باش اومد. ویت نگاه کنید. به به ببینید چه کردم. کوفته ها من باز نشد. کی ورز داد؟ خانم میسندر اسکیپیان. وای وای من دارم دیوونه میشم. وای خدایش من هر وقت خودم غذا درست میکنم اصلا چیز ندارم نمیتونم جلو خودم بگیرم. به جرات میتونم بگم که ما جزو تاپ 10 ایران و جهان. غذا بخوریم یا خجالت؟ وای بچه من که دیگه نمیتونم. چجوری عزیزم؟ خیلی خوشمزه. من که میخوام همه‌شو بخورم. خیلی خوشمزه است واقعا. مثل دستپخت مامانا که با عشق غذا درست میکنن همونجوری. راستی بچه ها اگر از این سبک ویدیوها دوست دارید لطفا حمایت کنید. تو کامنت و اینا بگید که این سبکی براتون بیشتر درست کنم. لایک و سابسکرایبیتون نره. بهتره کنید لطفا.